یک نکته دیگری رو که من دوست دارم در برنامه امشب خدمتون در موردش صحبت بکنم اینه که بعد از برنامه هایی که ما در مورد تاجیکستان داشتیم و صحبت هایی که در مورد مشکلات ملت شریف تاجیک در این تلویزیون شد و این مشکلات از امروز نیست، از دیروز نیست، از 1 سال و 2 سال و 3 سال نیست. این چندین سال است که ملت مسلمان تاجیک گرفتار این مصیبت ها هستند که الله سبحانه و تعالی شر این ظالمین رو از سر برادران و خواهران عزیز تاجیک ما دور بکنه. منتها جالب این است که بعد از این برنامه ها و بعد از این که این برنامه مورد توجه و قبول برادران و خواهران تاجیک ما قرار گرفت و الله سبحانه و تعالی شاهد است که ما نه به خاطر سیاست کشوری، نه به خاطر دشمنی با حکومت تاجیکستان، نه به خاطر گل روی فلان و علان، فقط به خاطر خدا و به خاطر ملت شریف تاجیکستان که به گردن ما حق داشتن و بارها تو همین برنامه آن رویسه که از حدود 1 سال 1.5 سال به این طرف در چندین برنامه زنگ زدن و از ما خواهش کردن در مورد تاجیکستان برنامه بذاریم و ما چیزی آماده نکردیم، ما چیزی نگفتیم. فیلم درست کردن، خودشون برامون فرستادن از تاجیکستان، کلیپ درست کردن فرستادن، برنامه گذاشتیم. من به عنوان یک مجری بودم، خود تاجیک ها اومدن صحبت کردن، به حرف دلشون رو گفتن و الحمدلله الله سبحانه و تعالی این برنامه رو مورد قبول قرار داد و سبب شد که ملت تاجیکستان بیدار بشن و خیلی هایی که هنوز حتی اسم وصال حق رو نشنیده بودن با این شبکه آشنا بشن. آقای قزوینی و شبکه ولایت که در تفرقه افکنی و دشمنی، ایجاد دشمنی در بین مسلمان ها که دیگه همه میشناسید که اینا چه فتنه هایی به پا کردن و الحمدلله چون عزت و آبرویی برای این جماعت باقی نذاشتیم، ما با کلیپ هایی که از دروغ های این شخص پخش کردیم خلاصه دست پاچه شدن که بله حالا اگر که ما یک کاری نکنیم برای تاجیکستان، یه حرفی نزنیم، دیگه این وصال حق که دیگه همه تاجیکستان رو خرید با این برنامهش، بیا که ما هم یک برنامه‌ای بذاریم و در مورد تاجیکستان صحبت بکنیم و دست پاچه شدن و خلاصه دویدن رفتن پیش این پیرمرد خرفت بدبخت بیچاره که نمیدونه چی میگه، اومدن در گوش مکارم شیرازی که آقا زودی بیانیه شما صادر بکن در مورد تاجیکستان، حرف بزن که این وصال حق با برنامه‌ای که گذاشته مردم تاجیکستان همه طرفدار وصال حق شدن و خلاصه دارن تشکر میکنن از وصال حق. ما البته این لطف الله سبحانه و تعالی است، در آخرین برنامه ما بیش از 6992 تماس از تاجیکستان داشتیم در یک برنامه 3 ساعته. مسکال از تاجیکستان فقط داشتیم از طریق تلفن و صدها تماس از طریق اسکایپ که ما نتونستیم به همه این تماس ها پاسخ بدیم و شما شاهد بودید که ما چیزی نگفتیم در مورد تاجیکستان. اکثرا خود عزیزان تاجیک صحبت کردن و کسی غیر از تاجیکا، فقط 1 نفر از افغانستان فکر کنم در یکی از برنامه صحبت کرد، بقیه همه تاجیک بودن و با لهجه تاجیکی و داخل تاجیکستان صحبت میکردن. خلاصه این پیرمرد خرفت بدبخت بیچاره مکارم شیرازی رو آوردن که توی بیانیه صادر بکنه. ایشون هم اومده بیانیه‌ای صادر کرده در مورد این قضیه که بله در تاجیکستان یک سری مشکلات ایجاد شده و فلان شده. دوستان این صفحه رو نشون بدن. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در طی بیانیه‌ای اظهار میکنه که آقای مکارم شیرازی از وضعیت تاجیکستان اطلاع نداره و گویا این حرفایی که آقای مکارم شیرازی زده در این قسمت، این حرفایی که آقای مکارم شیرازی زده برگرفته شده از برنامه‌های وصال حق است و ایشون تحت تاثیر شبکه وصال حق قرار گرفته و اینم رد وزارت خارجه تاجیکستان به آقای مکارم شیرازی که ایشون تحت تاثیر برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق قرار گرفته، به خاطر همین رفته عجله کرده و یک بیانیه صادر کرده که بله ملت تاجیکستان باید
حقوقشون پایمال نشه از این حرفا، چون به خاطر خدا نیست این کاراشون، به خاطر ملت تاجیکستان نیست. اگر به خاطر ملت تاجیکستان میشد در این سالهای دیگه کجا بودی آقای مکارم شیرازی؟ آقای قزوینی قبلا کجا بودی؟ تاجیکستان از الان مشکل داره؟ ما که گفتیم من در برنامه تاجیکستان و در این برنامه من از ملت تاجیکستان، از تک تک برادران و خواهران تاجیکستان معذرت میخوایم که ما در حق شما کوتاهی کردیم، ما اونطوری که باید شاید از شما دفاع نکردیم. اما شمایی که شبکه دارید و مرجع تقلید هستید و بیش از 100 تا کانال در ایران و خارج ایران و به دست شما آخوندها اداره میشه، در چند تا از کانالاتون در مورد تاجیکستان صحبت کردید؟ در کدوم کانالتون در مورد مشکلات ملت شریف تاجیک صحبت کردید؟ نه خیر، شما در مورد تاجیکستان صحبت نمی کنید، شما از مشکلات ملت تاجیک نمیگید. شما در غم اون 3000 نفری هستید که بردید در قم، اونها رو دارید شیعه میکنید و به تاجیکستان میفرستید به نام مذهب، به نام حنفیت. یک نمونه چراشون در برنامه تاجیکستان زنگ زده بود، از شروع میگه من حنفی مذهب هستم. تو اگر مرض نداشته باشی چرا اصرار داری که به تو بگن حنفی مذهب؟ چون اینا به نام حنفی بودن، به نام حنفیت چیکار میکنن؟ مردم رو فریب میدن. و یک نمونه از دوستان کلیپ‌های زیادی در مورد این شخص گرفتن که من بعضی از اینها رو خدمتتون پخش میکنیم، با هم ببینیم. علی ای حال عزیزان تاجیکی، برادران عزیز، خواهران گرامم، تلاش کنید خدایی نکرده این قضایا باعث شعله‌ور شدن آتش اختلاف نشه. من به دقت از اول تا آخر صحبت‌های امام علیوف رو گوش کردم. اونطوری هم که بعضی از شبکه‌ها دارن دامن میزنن نیست، آنچه که من گوش کردم. و ایشون مطالبش تنده، کاملا ما قبول داریم مطالب نادرسته و با موازین اسلامی تطبیق نمی کند، ولی اشتباه رو با اشتباه نباید جواب داد. و اینکه بعضی از مأمورین خاطی و مأمورین خائن میان چادر از سر زنها برمیدارن یا افراد ریشدار را میبرن به زور در سلمانی ها ریشون میتراشن، خب در برابر اینها باید از نظر قانونی آقایان اقدام بکنن و شکایت بکنن و حقوقدانهای عزیز تاجیکی بیفتن جلو. اگر چنانچه مراکز قضایی تاجیکستان جواب نداد، دیگر مراکز صدای خودشون رو برسانن، ولی اجازه ندن بعضی از شبکه‌های صهیونیستی، بعضی از شبکه‌های شیطانی که دنبال این فرصت هستن که از این اختلاف‌ها به نفع خودشون استفاده کنن. این شبکه‌های شیطانی که جنایات بیشرمانه آل سعود را داره حمایت میکنه، این همه کودک، این همه زن، این همه پیرمرد پیرزن در یمن کشته میشه، حمایت میکنه، ولی آمده میگه آقا مشکل اصلی تاجیکستان مسئله حجاب. خاک بر سرتون، خاک بر سرتون، هزاران لعنت بر شماها. احمد آقا میگه که این 1000 چند تا صفر داره، این بدبخت نمیدونه که از 1000 تا 1100 رو بشموره. من نمیدونم این چطور میگه که 1000 لعنت بر شما. خب ببینید این عقل و شعور ایناست، این عقل و شعور و منطق آخونده. ما در مورد تاجیکستان که صحبت کردیم، ما هیچ گونه مصلحتی نداریم در تاجیکستان، نه کارخانه داریم، نه بزنس داریم در تاجیکستان، نه هم مرزیم با تاجیکستان، نه کشورهایی که ما در اونجا دفتر داریم با تاجیکستان چنان روابط خوب یا بد دارن که ما بخوایم که برای تاجیکستان از اون استفاده بکنیم. ما فقط به خاطر خدا، به خاطر اون خواهران و مادران و عزیزانی که در تاجیکستان حجابشون رو از سرشون برداشتن، ریشاشون رو تراشیدن، 18 سال به پایین مسجد نمیذارن، مساجدی رو که خراب میکنن، 35 سال به پایین به حج نمیذارن برن، حقوق مردم رو دارن زیر پای میذارن. ما در اون مورد صحبت کردیم و کسانی هم که صحبت کردن از همه احزاب و اطیاف بودن. معاون حزب سوسیال دموکرات بوده، اومده صحبت کرده. گروه های سیاسی مخالف دولت صحبت کردن، موافقین دولت هم صحبت کردن، از کمیته دین تاجیکستان هم اومدن صحبت کردن، نظراتشون رو گفتن. اتفاقا در برنامه دوم اصلا صدای من رو نمیشنید، آقای نمیدونم شریف زاده بود کی بود از کمیته دین تاجیکستان، هر چی که دوست داشت گفت.
حقوقدانای تاجیک صحبت کردن، ملت تاجیکستان، خواهران و مادران تاجیک صحبت کردن، برادران و پدران تاجیک صحبت کردن. ما چیزی نگفتیم. ما اگر ما در اون برنامه حرفایی هم زدیم به نمایندگی از شبکه یا به نمایندگی از به اصطلاح این کانال نبوده، حرفهای شخصی بنده بوده. و این شبکه های صهیونیست، یعنی شما تصور بکنید که عقل و منطق این آخوند هدف چیه؟ هدف رو ببینید. دوستان خوب بیننده، با توجه به اینکه حالا این موضع‌گیری که شبکه‌های وهابی صهیونیستی دارن میکنن، تبلیغ دارن میکنن، دائم دارن بر علیه تاجیکستان موضع میگیرن، حتی همین امشب هم دوستانم گفتن که در برنامه‌شون اتفاق داره میفته. بر ما وظیفه بود که هم پیامی که امروز مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مکارمی شیرازی در درس خارجشون داشتن خدمتتون عرض بکنیم و همچنین مطالبی که از زبان جناب استاد قزوینی با هم دیدیم و شنیدیم. بله. میگه که ما بر علیه تاجیکستان برنامه گذاشتیم. رو تصور بکنید. اینا فکر کردن همان گونه که ملت ایران رو فریب دادن، همان گونه که ملت ایران رو با برنامه‌ها و با شبکه‌ها و با صدا سیماشون فریب دادن، فکر کردن ملت تاجیکستان هم فریب اینا رو میخوره. مطالب این زیاد است. یکی از مطالب خیلی جالب، این همه حقوقدانها، بزرگان تاجیک تماس گرفتن، مشکلات تاجیکستان رو بیان کردن، به اونها اشاره نکردن. به یکی از مزدوران خودشون، به یکی از مزدوران ایران در تاجیکستان که تماس گرفته بود، میگفت که نه، همه این حرفایی که شما میزنید در مورد تاجیکستان اینا هیچ کدومش صحت نداره. اون رو ذکر میکنه. ببینید. افرادی هم میان رو خط. من همین امروز گروه بود تکرار یکی از برنامه‌ای که شبکه‌های شیطانی رو میدیدم، یکی از علمای بزرگوار تاجیکستان آمده بود میگه آقا شماها منافق هستید، شما توطئه‌گر هستید، شما خائن هستید، دارید آشوب درست میکنید. ایشون شروع کرد به این بابا توهین کردن، جسارت کردن، خواست ادامه بده. خیلی عجیبه ها. گفت اگر تو بیای بگی مثلا امام خمینی کافر هست، منافق هست، بعد اجازه بدم صحبت کن. ببین عین جملش. شما بگید امام خمینی کافر و منافقه تا ما ادامه بدیم. عزیزان تاجیکی، اینها والله تالله این شبکه ها خیرخواه شما نیستن. این شبکه ها جز فساد، جز قتل، جز نابودی اسلام، جز نابودی عقاید شما چیز دیگری نمیخوان. به ظاهر میان از بحث حجاب حمایت میکنن، ولی اینها با خود قرآن مخالفن. اینها از ریش حمایت میکنن، با اصل اسلام اینها مشکل دارن. ولذا تلاش کنید با این شبکه های شیطانی خیلی زیاد اجازه ندید اینها بیان آتش این اختلاف رو در تاجیکستان شعله‌ور کنن. و ما هم تا الان اگر سکوت کردیم، ما می‌خواستیم کاملا این قضایا بررسی بشه. تعداد زیادی از عزیزان از تاجیکستان آمدن قم، آمدن بعضیا منزل ما، بعضیا دفتر ما اینجا. این دوستان این کلاشو که تکون میده، یعنی دقیقاً همون لحظه داره دروغ میگه. این کلاشو که تکون داد، این علامت دروغگوییش است. شما در همه کلیپایی که این دروغ گفته، قبل از دروغ گفتن کلاش یک تکونی میده، این عمامش یک تکون میده. اینجا هم داره دروغ میگه. صحبت‌های زیادی داشتیم، ولی آنچه که مهم و مسلم هست این هست که دوستان، خون را با خون نباید شست. تشکر میکنم. این خلاصه ای بود از این آخوندی که الان دیگه پا از گیریمش فراتر گذاشته، از 1000 تا 1100 رو بلد نیست بشماره. حالا داره برای ملت تاجیکستان نصیحت میکنه که شما این کار رو بکنید، شما این کار رو نکنید. ملت شریف تاجیکستان چهره های شما رو شناختن. ببینید ما 9 ساعت برنامه رفتیم، 9 ساعت و نیم دقیقاً. 3 تا برنامه 9 ساعت و نیم بود. در 9 ساعت و نیم فقط یک نفر از شیعیان تاجیک که به نام حنفی و کارشناس علوم اسلامی خودش رو معرفی کرد و تا گوشی رو برداشتیم شروع کرد توهین کردن. شما خائنید، شما منافقید، شما فلانید. چون که در مدرسه قزوینی بزرگ شده، این فحشا رو از اونجا یاد گرفته. ببینید
دهها صدها تماس رو ذکر نمیکنه که ملت از درد و رنج خودشون گفتن. یکی رو ذکر میکنه که بله یکی از علمای بزرگ تاجیکستان تماس گرفت و گفت که شما منافقید و دروغ میگید. اینا اگر در کنار ملت بودن گوشه ای از اون درد و رنج ملت رو ذکر میکردن، گوشه ای از اون آه و ناله ملت رو ذکر میکردن. و کلیپ های دیگری هست که کلا توهین و اهانت. و بعد جالبه که تو همین برنامه‌ای که گذاشته بود، بله ما اختصاص میدیم برنامه رو به عزیزان تاجیک تماس بگیرن صحبت بکنن. جالب است در طول برنامهشون یک تاجیک هم تماس نگرفت، یکی هم صحبت نکرد، چون چهره های منافقین رو ملت شریف تاجیکستان شناختن و میشناسن که شماها خیرخواه تاجیکستان نیستید و خیر و خوبی و فلاح و رستگاری مردم تاجیک رو نمیخواید.